برای من اتفاق افتاده، قطعا برای شما هم اتفاق میفته که از راه دور بخواید یک پروژه کنترل بکنید و مجبورید که برنامه رو اونجا بفرستید، یعنی برنامه‌ای که نوشته بفرستید تا بتونین حالا روی سیستم دیگه از راه دور کار بکنید. اینجاست که خب اگه تو قراردادتون نباشه که برنامه رو به حالا اون شخص بدید، به مشکل میخورید، چون بالاخره باید برنامه رو بفرستی که توی لپتاپ دیگه باز بشه. اینجا چیکار میکنیم بچه‌ها؟ ما اینجا میتونیم پروتکت کنیم اون برنامه رو، یعنی رمز بذاریم برای باز شدن برنامه. خود برنامه‌ای که میخوای باز بکنی ازت رمز میخواد و بعد از اینکه رمز رو زدی تازه برنامه توی تیا پورتال باز بشه. اگر تا حالا منو فالو نداشتی یا سابسکرایب نکردی، حتما سابسکرایب کن. موارد قبلی رو حتما بر از ویدیوهای بالا ببین و همراه من باش تا بریم ببینیم که چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب بریم روی سیستممون. ببین بچه‌ها، توی این قسمت ما میتونیم برنامه‌هایی که داریم رو ببینیم. من اوپن اگزیستینگ پروژکت رو میزنم و یک پروژه رو انتخاب میکنم. دقت کنید که بازگشت ناپذیره دیگه. شما اگر انجامش دادید دیگه همیشه باید رمز رو بزنید. خب مثلا من یکی از این پروژه ها انتخاب میکنم دیگه. باز کردن پروژه با خودتون دیگه، اولین پروژه‌ای که ایجاد میکنید و نحوه ایجاد پروژه رو دیگه من خیلی اینجا جلو نمیرم. یه برنامه یا یه پروگرام ایجاد کردید، یه پروژه ساختید و میخواید روش رمز بذارید. اینکه آقا من دیگه از این به بعد میخوام با این رمزه این برنامه اینجا باز بشه. خب توی قسمت پروژکتری، توی تب پروژکتری قسمت سکیوریتی ستینگ میریم روی این ستینگ کلیک میکنیم. این تب باز میشه. پروژکت پروتکشن رو اینجا میبینید بچه‌ها، خیلی راحت روش کلیک میکنید و میگید که برای این پروژه رو من میخوام پروتکت کنم. نمیشه your project will be protected as soon as your specify project administrator then you must log on the project. The project protection cannot be removed again. اینو حواستون باشه وقتی که شما این پسورد رو گذاشتی دیگه نمیتونی ریمووش کنی. یوزر نیم مثلا میدم، مثلا میدم مهار. خب مهار و پسورد 1 2 3 4 5 6. شما اینجوری ندید، میگه حتما باید 8 تا باشه و خب همون داستان یه دونه بزرگ یه دونه کوچیک رو داره. بس یه ام بزرگ ام کوچیک اد ساین 1 2 3 4 5 6 و ببینیم اینجا گیر نداد. نه دیگه ام بزرگ ام کوچیک اد ساین 1 2 3 4 5 6 و یه کامنت هم برای خودتون بذارید، مثلا ام بزرگ ام کوچیک. مشخص کنید این شکلی. اول پسوردتون رو گذاشتید و اوکی رو میزنیم. اوکی رو که بزنید هیچ اتفاقی نیفتاد ولی خب پسورد ایجاد شد. اگر من بیام اینو ببندم، البته داره هنوز این کار انجام میده، یعنی یه جورایی پشت زمینش و فکر میکنم الان انجام شد و اینم خاموش شد. میبینید که نمیتونیم ریموو کنیم و اینو میبندم برنامه رو و مثلا میرم یه برنامه دیگه باز میکنم. آره اینم میخوام سیوش بکنیم. خب این برنامه باز شد. حالا میخوام برنامه قبلیه رو باز کنم، برنامه نیو رو باز کنم. اوپن رو میزنم و میبینید که اینجا ازم رمز خواست. میبینید که ازم رمز خواست. میزنم ام بزرگ ام کوچیک اد ساین، نه یوزرنیم مهار بود، مهار و ام بزرگ ام کوچیک اد ساین 1 2 3 4 5 6. ببینید که اوپن پروژکت رو داره برای ما میاره و در حال باز کردن این پروژه قبلی مونه. امیدوارم که این قسمت کمکتون کرده باشه. حتما اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و فالو بکنید برای آموزش‌های بهتر و پیچیده‌تر. خیلی مخلصم.